مرغ عشق، کوچکترین خانواده توتیسانا، پرنده دانه‌خوار و بومی شرق استرالیا. نام علمی مرغ عشق باجریگار. باجریگار در زبان بومیان استرالیا به معنی غذای خوبه و از آنجایی که این پرنده در شرایط غذایی مناسب به شدت زاد و ولد میکنه و گله های چند هزار تایی تشکیل میده، به همین دلیل بومیان استرالیا به این پرنده این اسمو دادن. حالا چرا به باجریگار تو ایران میگن مرغ عشق؟ احتمالاً به این دلیل بوده رنگ‌های زنده و رفتار جفتگیری عاشقانه و صمیمی این پرنده باعث شده که مردم بهش لقب مرغ عشق بدن. در سال 1840 میلادی زیستشناسی به نام جان گولد این پرنده را از استرالیا خارج کرد و به انگلستان برد. موج تقاضای شدید برای این پرنده باعث شد که پرنده های بیشتری رو به اروپا، مخصوصا انگلستان، هلند و بلژیک ببرد و از آنجا به سرتاسر دنیا پخش شد. مرغ عشق‌های وحشی در طبیعت به رنگ سبز فقط قابل مشاهده هستند، اما مرغ عشق‌ها در اسارت به رنگ‌های مختلفی از قبیل آبی، سفید، زرد، بنفش، خاکستری و ترکیبی از اینها قابل مشاهده است. مرغ عشق محبوب‌ترین پرنده خانگی جهان و بعد از سگ و گربه محبوب‌ترین حیوان خانگی جهان شمرده می‌شود. تشخیص جنسیت مرغ عشق‌های بالغ از روی ظاهر به راحتی امکان پذیره، به این صورت که ناحیه پوستی که بالای نوک و پیرامون سوراخ‌های بینی وجود داره در مرغ عشق نر آبی تیره و بنفشه و در مرغ عشق ماده به رنگ آبی روشن و سفید و مرغ عشق‌های ماده بالغ و کارداده به رنگ قهوه‌ای. اما زمانی که هر دو جنس جوان هستند ناحیه پوستی به رنگ صورتی روشنه. توانایی تولید مثل این پرنده حدوداً از 4 ماهگی به بعد و پرنده ماده قادر به گذاشتن 4 تا 6 تخم است و به مدت 21 روز روی تخم‌ها میخوابه تا جوجه ها به دنیا بیان و 4 هفته زمان میبره تا جوجه ها بزرگ شن و لونه رو ترک کنن.